خدا را شکر آزاد زنده است. بچه آزاد بچه من زنده است. خدایا 1000 بار شکرت. بله. ما تکین هستم. چی شده؟ یک مشکل داریم آقا. زیا نشانی خدا تبدیل کرده. قرار است خودش به دست نفس کنه. نباید بالای تو شد. برو. با تو یک وظیفه دادم، فقط یک وظیفه. گفتم او را از بین ببر، اما موفق نشدی. او را از دست دادی. داوود علی یلدز است. هم یالا میریم که کار او را ختم کنم. اول ما کار خدا خلاص میکنم. باش برو. گم شوین احمقا، چه میکنین پیش مادر؟ گم شوین. خاله جان میشه یک تاکسی بخواین لطفا؟ وضعیت خانمم خراب است. سوار کن. کجا میری؟ Sana geldim, al yine büyüt beni, ninni masallarla dizlerimde uyut beni. Ey aşk vurur musun, kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana feryadımı? Duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana feryadımı? Duyar mısın? آمادگی رفتن میگیرین؟ بله دخترم، آمادگی رفتن میگیریم که بریم. پشت خانه بسیار دق شدیم. خدا شما را حفاظت کنه. آمین. خداوند همه را حفاظت کنه. مریم زود باش. آماده را شدی دخترم؟ آماده هستم. بخیر برین. همیشه خوش باشی دخترم.
به نظرت بعد از قدر سالها مناسب است که برم همراه دخترم گپ بزنم آزاد؟ از زمین خاطر اینجا نامدین. پس حالا چرا قسم فکر میکنن بیادر؟ نمیفهمم. فکر میکنم که مرا نمیبخشه. ما یه چیزا تغییر داده نمیتونیم، اما حالا که زنده هستیم میتونیم آینده را تغییر بدیم. یعنی میتونیم یک کار کنیم. هیچ صبر نکنین. فهمیدین؟ گوش کنین. هر بدی با یک بدی دیگه تبادله میشه، اما هر کسی که یک بدی را بخشیده فراموش میکنه. مکافاتش هم خداوند میده. بدون شک خداوند ظالمین دوست نداره. بیادر هنوز هم وقت دارین که بخشیده شوین. برام 1 ساعت وقت بده. باید یک کسی را ببینم بچم. زهرا چطور هستی؟ طفلت چی وقت بخیر تولد میشه جانم؟ ما مصروف امتحانات هستیم، اما تو خریداری میکنی؟ دختر ما آزار ندین. برین متوجه کار خود باشین. بیا جانم برین بیا. کلان آدم متوجه خود بودن نمیتونه. دخترشان به خاطر او پریشان است. بسیار بد است. به خاطر خدا برش یک سوپ آماده میکنم چون دلم میسوزه. تشکر، زنده باشین، خدا ازتان راضی باشد. چقدر مقبول است. اوه برک آوردی. تشکر خانه آباد. خدا همراهتان باشه. من قدر زحمت هایتان به پاداش نمیمانم. به خدا بسیار زحمت کشیدین. به خدا شما زحمت کشیدین. ماشاءالله نام خدا. بسیار زیاد تشکر میکنم. به خدا بسیار وقت میشه که سالاد کچولو نخورده بودیم. ایلیفام زیاد خوش داره. تشکر میکنم. باش که یک دفعه براکم ببینم. وای بسیار خوشمزه معلوم میشه. باش یک دفعه امتحان کنم. بسیار زیاد تشکر. من خورده نمیتونم اما دخترم زیاد خوش داره. تشکر. دخترم زیاد خوش داره. خدا از شما راضی باشه. زینب کاکا شیموس اینجا کار داشتین؟ با دیدن تو آمده بودم، اما چی شده؟ ناراحت هستی؟ بله کم ناراحت هستم. میخواستم کم قدم بزنم، هوای تازه بگیرم. درست است مام. میخوایم همراه تو گپ بزنم. بیا یک جای چای بنوشیم. درست است. برم. آها، فکر میکنم تمام دکانه خریدین. باش ببینم که چی خریدین. تمام ضروریات نواسه من خریدم. اتاق خوابشم مثل خانات است این میکنم. عروس کوچک نزدیکم بیا.
تو به ما نواسه بچگی میتی ها؟ آفرین آفرین. تو پر برکت هستی. بخیر، تو صاحب اولادای زیاد میشی انشالله عروس کوچک. بخیر علی جور شده بیایه، انشالله حولی ما با صدای اولاداش به جوش میایه. نمیخوایم. زهرا نمیخوایم. زهرا زهرا نمیخوایم، هیچ چیز نمیخوایم. زهرا 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 آرام باش. زهرا. فاطمه رستم زود بخوای. آقا رستم. بس است. ایلای میکنه. زهرا را چی شده؟ زهرا فاطمه زهرا را به اتاقش ببر. یک دفعه مورد تنها نمانین. آرامش دختر. بیلیاقت اینقدر خرید کردیم اما ایره ببین که چی میکنه. چیزی گفتی؟ درست است. قبول میکنم. تو تکتای ما را بگی. امشب همراه زهرا از اینجا میریم. کاکا شموز برای ما چی میگفتین؟ من میخواستم برات بگویم. خب اول تو بگو، چرا ناراحت بودی؟ مادرم. مادرت چی شده؟ نیک خوب نیست؟ نه خیر، او خوب است. امروز از شفاخانه مرخص شد. اما مثل یک بیگانه برآمد و رفت. همراه ما درست خداحافظی نکرد. فکر میکنم ما کدام اشتباه کردیم که از محبت مادری خود مرا محروم میسازه کاکا شیموز. شاید اتفاقات گذشته به یادش میآید، اما پدرت دی خالیگاه را پر کده میتونه. یعنی میتونه بیایه یه حسرتت رو دور بسازه دخترم. نمیخوایم. حال دیگر نمیخوایم که بیایم. بیازو ای روزای بعد به خاطر او سر ما آمد. مادرم دستان آخر همراه پدرم عروسی کردم. پدرم هیچ دوست نداشت. پدرم او را زیاد لط و کوب میکرد. فکر میکنم مرا به خاطر که یادگار پدرم هستم دوست ندارم. مقصری همه فقط پدرم است. وقت شامل آمد. نشانی آزاده بپرس، بعداً از بین ببرش. عجله کو، کلگی خواب است. 1 ساعت به حرکت موتر باقی مانده. رستم، خب از دروازه چه قسم براییم؟
او هم خواب است، تشویش نکن. برو دیگه. بیبی که چی میگم هاوین متوجه باش. میم الف دال ر. مادر. مثلا باغچه دو هجا داره. ما در مادر. درست شد. مادر. میم الف دال ر. نمیخوایم. حالا دیگه هیچ نمیخوایم که بیایم. بیازی ای روزای بعد به خاطر او سرم آمد. مادرم دستان آخر تمرای پدرم عروسی کرد. پدرم هیچ دوست نداشت. پدرم او را زیاد لطوکوب میکرد. فکر میکنم مرا به خاطر که یادگار پدرم استم دوستم ندارم. مقصری همه فقط پدرم است. زهرا قند مادر بخیز هلا. زهرا دخترم. مادر چطور اینجا آمده؟ برات میگم. حالا بخیز که میریم. بخیز. خدایا برام صبر بده. زود باشین. منتظر چی هستین؟ پیش از اینکه کسی بیدار شود برین. استاچو فرار نکن. کجا میری؟ الاکو کجا میری؟ گفتم الایم کو. مرا الاکو. میخوای خودکشی کنی آدم بی عقل؟ آزاد رفته که خانواده تو ای رستم، تو همی قسم محافظت میکنی؟ ها؟ اگه کسی فرار کنه خبر نمیشی. میبخشی خان صاحب، هیچ نمیفهمم که برای چه قسم خواب برای روی خود آب بزن دوباره تکرار نشه. درست است خان صاحب. نمیفهم اینا چه قسم محافظ هستن. بگارون خان صاحب شامل زنگ زد. من خاطر از زنگ زده بود که نشانی آزاده بگویم. خب آزاد ده کجاست؟ نمو جایی که شیموز زندگی میکنه خان صاحب. ده جایی که شیموز زندگی میکنه همه ترس خبر نداره که شکار میشه. با پلیس زنگ بزن، نشانیشه برشان بگو.
چرا جواب نمیتن؟ به تشویش شدم. ما ایستگاه میریم، کم عجله کنین. مادر؟ یعنی پیش آقازاد نمیریم؟ مادر ما او را تنها مانده نمیتونیم. زهرا جان، به حرکت موتر 15 دقیقه باقی مانده. اگر ما حال نریم دیگه هرگز فرصت فرار بر ما میسر نمیشه. ایره نباید نادیده بگیریم دخترم. مادر، نه آقازادی کارا کده نمیتونیم. او را باید بگیریم. نباید او را تنها اینجا بانیم. این کارا نکنید مادر. خوش آمدی خان صاحب. گشنه هستی؟ غذا آماده کنم؟ برو آماده کده بیار. شموز بیادار. آزاد دروازه را باز کن. تو اینجا چی میکنی؟ آزاد تو باید همیال فرار کنی. پلیس میایه. دوران نشانی تو را برشان گفت. زهرا، شما تا حالا نرفتین؟ تو چطور خبر شدی ملکه؟ برام بگو. وقت سوال نیست آزاد، پلیس ها میرسن. باید از اینجا بری. حرکت نکنید. آزاد کرمان، به اتهام قاچاق مواد مخدر تو را گرفتار میکنیم. آزاد بیگناست. شما اشتباه میکنین. اینو کجا میبرین؟ اگه ما اشتباه کرده باشیم ثابت میشه. خاطرتان جمع باشه. نبرین لطفاً. باور کنین بیگناه است. خواهش میکنم. خانم اجازه بدید که ما کار خود کنیم. آزاد تو خانه برو. پایین کن. گفتم خانه برو ملکه. وقت در عراق بودم. هر دقیقه و هر لحظه میخواستم پیشت بیایم و امرایت باشم. حتی وقت طرف اعدام مرا میبردن در فکر اوشم فقط تو بودی. کاش که هیچ نمی آمدم. کاش که تو را هیچ نمی دیدم. کاش که تو ملکه سابق می بودی. من منصرف نمیشم. تو را تنها نمیمانم. تو را رها میسازم. از این کار منصرف نمیشم.
به خاطر چی نرفتین زهرا؟ به خاطر چی اینجا آمدین؟ شما همراه من بازی میکنین ها؟ جواب بده گفتم زهرا. شما باز چی برنامه دارین؟ مادرت کجاست؟ جواب بده. نه مادرم نیست. دستم ایلا کاوگار شدم لطفا. میخوایم که تو درد ببینی. انشالله تو و مادرت از بین برین. شما به من مصیبت هستین میفهمین؟ وقت فرار نمیکردین چرا مرا به تکلیف ساختین؟ اگر دوران خان خبر میشد باز؟ چی شده؟ ها؟ شما تا حالا چی میگفتین؟ کاکا شیموس؟ شما خوب هستین؟ چی شده؟ تو ده اینجا چی میکنی دختر؟ من به خاطر آزاد آمدم. شما را چی شده؟ شامل او راننده لاری را میگم. میخواستم او احمق گرفتار کنم. پس فعلا کجا هست؟ فرار کرد. اگر او را پیدا کرده نتونیم اثبات بیگناهی آزاد ناممکن است. ملکه باور کن. فهمیدم. بلند شوین. بخیزین. بلند شوین. لعنتی. بله. نظیفه؟ شامل تو کجاستی؟ میایی یا نه؟ آمدن نمیتونم. در یک جای افتیدم که هیچ برآمدن نمیتونم. برو رفیق، ده خوب جای افتیدی. مرا کمک و بیادر جان. در جنگل بند ماندیم. از شیموس خوب بسیار مشکل خدا نجات دادم. اگر مرا از اینجا نجات ندین زود پیدایم میکنن. درست است. صبر کن. خوش کنی خدا به کسی نشان ندی. حال میایم. زهرا، در این وقت شب اینجا چی میکنی؟ من گوش نشده بودم. از او خاطر بیدار شدم. حامله از خان صاحب. از او خاطر زود گرسنه نمیشه. خوب است. چی شده؟ بازم میخواستی مادرت فرار بتی؟ نه به خدا در این باره حتی فکرم نکرده بودم. نیت بد نداشتم. فقط به خاطر غذا خوردن بیدار شدم. زهرا دفتن رو بروی آمد. از او خاطر از پیشم افتید. ندیدمش. اگر متوجه می بودم. خیر از دیگه برتان آماده میکنم خان صاحب. هوا بسیار سرد است. حالا شما داخل برین. بگو آرون. خان صاحب، شامل زنگ زده بود.
از پیش شیموز فرار کرده طرف جنگل رفتن. احمق ده دام افتی. من میرم که ببینم چی شده. درست است. کارش یک طرفه بساز. یعنی که آزاده گرفتار کردن ها؟ رفتم که خبر بدم اما ناوقت شده بود کاکا. دوران بسیار یک آدم بد است. هر دقیقه یک بازی نو را اندازی میکنه. بالاخره آزاده گرفتار ساخت. من دیگه آرام نمی باشم. به خاطر نجات آزاد زیاد کوشش میکنم. یگانه راه نجات آزاد پیدا کردن شامل است ملکه. به نظر شما شامل کجا باشه میفهمین؟ ای خو شامل هست. انشالله که باشه. بریم. شکر خدایا. فکر کردم شیموز آمد. بسیار ترسیدم. حالا دیگه مر از اینجا نجات بده. چرا عجله داری؟ اینقدر زندگیت برات ارزش داره ها؟ تو چی میکنی؟ دستور دوران خانه است. کار ما با تو خلاص است. لطفاً مرا نکشین. هرچی خواسته این انجام دادم. مزنه اولاد دارم. اونا به سرنوشت میمانن. لطفاً تشویش نکن. دوران خان متوجهشان میباشه. خاطرت کاملا جمع باشه. خلاص شد. حالا ببین زینب. بسیار زیبا نوشته کردی. ماشاءالله خط تو بسیار مقبول است. تشکر. حامی جان بسیار ناوقت شده. فردا ادامه میدیم. حال جمع میکنیم. درست است؟ مشکل نیست. شکور؟ حاوین چی گپ است؟ شکور آمده. اینجا خو هیچ کس نیست حاوین. نیست. اما من همونجا دیدمش. شاید اشتباه کرده باشی. تشویش نکن. هیچ کس نیست. همین جستی ها حاوین. دیگر راه گریز از پیشم نداری. با آسانی نجات پیدا کردی. اگر نه از اونجا زنده نمیبرامدی. فکر میکردم مرا کمک میکنه. به خاطر گفتن نشانی آزاد مرا میخواستن بکشن. به خاطر نجات دادن خود آزاده فروختی ها شامل؟ بالای یک انسان بیگناه تهمت کردی. تو وجدان داری یا نه؟ به خاطر خودی کار نکردم. زن و اولادم پیششان گروگان است. اگر به خاطر آزاد شاهدی میدادم اونا را از بین میبردن. قسمی که میبینی هیچ چیز متفاوت نیست. اگر میگفتی یا نمیگفتی بیازو خانواده تا میکشتن. ما به خاطر زندگی خانواده‌ام به حرام دست زدم. اما حال اونا را نجات دادن نمیتونم. اگر خانواده تا صحیح و سلامت بیارم به محکمه رفته شاهدی میتی یا نه شامل؟ اونا را صحیح و سلامت بیارین.
هر چیزی که بخواین ما انجام میتم. درست است. من خانواده تا از پیششان میارم. کافی است که به وعدت وفا کنی. شما برین کاکا شیموز، نشانی تا نفهمیدن. امکان داره دوباره بیاین. ملکه، تو گفتی خانوادهش پیدا میکنم. جایش میفهمی کجا هستن؟ از کی میپرسی؟ از دوران. پیش دوران گروگان است. او میفهمه که خانواده شامل کجاستن. تو زندانی نمیشی آزاد، رها میشی بخیر. انشالله به زودی رها میشی. من دیگه هیچ راهی نداشتم آزاد. دوران دست خدا طرفم دراز کرد، من دستش گرفتم. حق به جانب استی. هیچ چیز با گفتن باقی نمانده. کاش که هیچ نمی آمدم. کاش که تو را هیچ نمی دیدم. کاش که تو ملکه سابق می بودی. شما سیر شدین خان صاحب؟ سیر شدم، تشکر. نوش جانتان. شما برین استراحت کنین. حتما خسته شدین. حتما استراحت میکن. چرا قدر عجله داری؟ ده وقت شب خیرت باشه. خیرت است، خیرت است. بله، بفرمایین. مستم دوران کرمان. فهمیدم. تشکر. چی شد خان صاحب؟ کی زنگ زده بود؟ از امنیت بود. آزاده گرفتار کردن. میخوابین؟ نه خیر. خوشخبری را به ملکه میتم. مادر جان کجاستید؟ زود بیاین دیگه. صبح برش خبر بتین خان صاحب، شاید خواب باشه. چرا؟ به خاطر مرکت و چرا به تشویش هستی؟ خیرت باشه، چی مشکل داری؟ نه خیر خان صاحب، نمیخواین دوی وقت شب کدام گپ زشت برتان بزنه. بعد از امروز هیچ کسی مرا ناراحت ساخته نمیتونه. به خیر خلاص شد. عاقبت آزاد معلوم شد. دروازه را باز کن. دروازه را باز کن. بتش برما. ملکه کجاست؟ نمیفهمم خان صاحب، او در داخل نیست. چرا نمیفهمی لیلا؟ کلید آخه پیش تو بود. کجا رفته میتونه؟ شاید بدونی که از ما بپرسه کلیده گرفته. نمیفهمم کجا رفته، من خود ندیدیمش. کجا رفته احمق؟ تو را از بین خود بردم. برات نگفته بودم که متوجه باشی.
چرا فرار کرد؟ ها؟ زهرا زهرا بیا اینجا بخس را برا گپ بزن مادرت کجاست؟ او کجا رفت بگو تو برش کمک کردی؟ نه خیر من نمیفهمم که او کجا رفته باور کنید. با ما دروغ نگو زهرا. مادرت کجاست؟ فرار کرده کجا رفت؟ جواب بده. فرار نکردیم، همینجا هستم. زهرا را الا کو. مادر جان همراه ما بیا آقا دوران مادرم الا کنین لطفا. چطور تانستی قسم شوی؟ چطور؟ انسان خوب، با وجدان، فهمیده. تو هم تنها بودی زینب. پدر مادرت نبودن. چطور تانستی دکتر شوی؟ ما با انسانای خوب روبرو شدیم جانم. دست ما گرفتن. از برکت و نادرست فهمیدم هاوین جان. از پولشان درس خواندم، دکتر شدم. کاش که انسانای خوب با ما روبرو می شدن زینب. هر کس در دنیا با انسانای خوب مقابل میشه به شرطی که بشناسه. مثلا تو هم با وجود تمام مشکلات و ظلم امروز در اینجا به آرامی زندگی میکنی. صحتمند هستی، زنده هستی. میخوای به تحصیل خود ادامه بدی. اما کلگی مثل ما این قسم خوش قسمت نیست. بعضی دوستای ما هنوز زندگی خرابه دارن. به خاطر که دستونا را کسای دیگه گرفته که ظالم هستن. مالکه تو تا حالا کجا بودی؟ فرار میکردم. همراه زهرا یک جای از اینجا میرفتم. مادرم اگر به مادرم ضرر برسانه چی؟ کاش که برسانه. به خاطر شما من به مشکل دچار میشم. نمیفهمم چرا شما از اینجا گم شده نرفتین. پس چرا برگشتی؟ ها؟ چرا فرار نکردی؟ منصرف شدم. از قدر فرار کردن خسته شدیم دوران. میخوایم اینجا خانه ما شوه. هر قدر کوشش کنم زهرا را گرفته از اینجا برم به مو اندازه به اینجا وابسته میشم. حالا بهتر از دیگه توقف کنم. حالا که هم اینجا هستم همراه تو عروسی کردیم، پس جای دیگه رفته نمیتونم. از او خاطر هر کاری که ایجاب کنه انجام میدم.
مادر جان شما خوب هستین؟ خوب هستم دختره. تو به اتاقت برو. به خان صاحب چی گفتی؟ خان صاحب باور داشته باشین من گناه ندارم. نمیفهمیدم که فرار میکنم. من هیچ کاری نکردم. ملکه با این بیا. تو میتونی در اتاق خود باشی. خان صاحب چرا قفلش نکردی؟ نگه دوباره فرار کنه چی؟ تشویش نداشته باش، دیگه جای نمیره. بله چی کردی؟ کار شامل یک طرف ساختی؟ نتانستم خان صاحب فرار کرد. مادر با آقا دوران چی گفتین؟ چطور خانه ساختین؟ همی که دیگه فرار نمی کنم و قبول می کنم که خانم دوران می باشم. به خاطر نجات آزاد مجبور است می کار کنم. برای چند مدت همی قسم می کنم تا اعتماد دوران حاصل کنم. بعض مسائل است که باید از او بپرسم. تو هم باید برم کمک کنی، درست است؟ باز چی میخوایی بکنی؟ چی نیت داری بگو ملکه؟ جان خدا در خطر انداخته برتان کمک کردم. چرا از اینجا نرفتین؟ چرا دوباره آمدین؟ از فرار کردن منصرف شدم. پس چرا از اول برم نگفتی؟ درست است مادرم آرام باش. پس چو گفتم احمق. بیبی چی میگم؟ اگه بار دیگه به زهرا دست زدی تو را از کارت پشیمان میسازم. وای آزاد کرمانم اینجاست. خان صاحب خودت چطور اینجا آمدی؟ چطور تانست از اینجا فرار کنه؟ چرا متوجه نبودی؟ معذرت میخوایم خان صاحب، بالای شلیک میکردم که کسی آمد و به سر ما چوب زد. بعد از او بیهوش شدم. آزاد زندانی است. این کارش امروز نکده باشه. حتما او شامل همراه خود برده.
افرادتا جمع کن. تمام جای جستجو کنین. تا شامل پیدا نکدی خدا برم نشان ندی. بچه شم خان صاحب. شما مادر و دختر باز یک جا شده کدام برنامه دارین؟ من میفهمم. بیبی هیچ برنامه نداریم لیلا. ما از فرار کردن منصرف شدیم دیگه. اگه تو هم بفهمی خوب میشه. ما از جگرخونی زیاد خسته شدیم. با زندگی اینجا باید عادت کنم لیلا. دیگه چاره‌ای ندارم. من اینقدر احمق فکر کردی که بالای گپ تو باور میکنم. اگه قصد فرار نداشتی چرا همراه زهرا یک جان آمدی؟ پس تا این وقت شب کجا بودی؟ خواستم که کم قدم بزنم. آلو فهمیدی؟ دورانه خوب بازی دادی، اما مرا هیچ وقت بازی داده نمیتونی. بالاخره میفهمم که تو چی برنامه داری. بعدن جزای شما را و بسیار راحتی تماشا میکنم. اگه دقت کنیم هیچ کار کردن نمیتونن. نترس. آزاد بچه، مادر چی شده باشه؟ شاید از گرفتاری آزاد خبر شده باشه زهرا. چی خود کردیم؟ نوجین مادر آزاد بچه ما چه قسم راه خود کرد؟ آزاد چی خود شد خدایا؟ اگه او را چیز شوم باز ما چی خود کردم؟ اگه مثل جمال او را از بین ببره چی؟ ما چطور بچه من نجات بدم؟ زمرا در روز جگرخونی نکو یک کار میکنیم. ما آزاد تنها نمیمانیم. قدیم بهترین وکیل پیدا میکنیم. به خاطر نجات آزاد هر کاری که لازم است انجام بده. پیدا میکنم مادر جان. آزاد رها میسازم. نمیگذارم که مثل جمال بدبخت شوه. خاطرتان جمع باشه. بله، نباید آزاد مثل جمال از بین بره. او را نجات بده. سلام علیکم دوستا. سلام. زنده باشین. از خانواده بزرگ کرمانی آزاد و سلول ما آمده. خب بچه جمال از همون تو نیست؟ بله خودش است. وکیل گرفتن چی فایده میکنه بگوید؟ چطور ثابت میسازه که بیگناه است؟ تمام دلایل بر علیه آزاد است. عده چرا قسم میگی؟ بچه ما بیگناه است. البته که بیگناه است، اما تنها ما میفهمیم که بیگناه. زمرد به قاضی چه قسم ثابت بسازیم؟ مادر جان ما پیش آزاد میرم ببینم با چیز ضرورت داره یا نه. ما همراه میرم خان صاحب. اول ما میرم میبینم بعدا شما را میبرم. ضرور نیست قدیم.
ما خود ما همیال میریم آزاد میبینیم. دوران کجاست؟ از گرفتاری آزاد خبر داره یا نه؟ مادر او هم به خاطر آزاد سرگردان است. در جستجوی او راننده است. بیاین که بریم. راست بگو، شامل کجاست؟ نمیفهمم، قسم میخورم نمیفهمم. ما در اینجا هیچ کس نمیشناسیم. هیچ نمیفهمم کجا رفته و پیش کی است. لطفاً بانین ما خانه خود بریم. بچه‌م بسیار ترسیده، بانین که بریم. تا شامل پیدا نکردیم جای رفتن نمیتونین. چی کردی؟ پیدایش کردی؟ نه خان صاحب، زمین آسمان یکی کردیم اما پیدایش نتونستیم. هیچ نتونستیم. با این قسم شیشتن چیز حاصل نمیشه. بیاین که بریم. کجا خان صاحب؟ با دیدن دوست سابق خود و محبس میریم. زینب خواهر، چی شده آوین؟ راشد است. ببین چی در این نوشته شده؟ افراد مسلح ناشناس گرفتار شدن. چشمایت روشن آوین، تو نجات پیدا کردی. خدایا شکرت. پس بیا که دیگه با هم بیرون بریم. هم خرید میکنیم و هم کم تفریح میشه. درست است. بریم. به بله، راشد کارا آماده است که خدا به مردم نشان بده. چی تو میگه؟ رفیق درست است که تو آماده استی که خدا به مردم نشان بدی، اما مردم هم آماده هستن که تو را در این وضعیت ببینن. تو چی میخوایی بگویی؟ تو چه قسم آدم هستی؟ کسایی که در تلویزیون میان سخنرانی میکنن و خدا آدم بازارک نشان میتن از مکده مقبول و خوشندام نیستن، فهمیدی؟ خب بگو گپ میزنن اما چی میگن؟ میفهمی یا نه؟ گپ بد زد پدر. آی خدایا، ایره بیبی قواره تسایکی موشک چی میگه؟ توبه لباسای مرا چی شده؟ لباسای شکایت دارن بیادر، لباسای از تو شکایت دارن. بیبی چیغ میزنن، بیبی فریاد میزنن، میگه میمورو مرا آزاد بسازین، کس نجات بده. شکم چی است؟ چرا ورزش نمیکنی بچه ماما؟ بیبی شکم دول جور شده. اگه مردم تو را با این شکم ببینن چی خواد گفتن؟ چی میگن؟ میگن یه آدم زیاد میخوره، بیاز هر کس میایم میخوره، یا مگه پر باشه باز کار ما نمیشه. پس بهتر است که اول بری شکم تعو کنی بچه ماما جان. شکمم از یاد نمیخوره. ها پس کی میخوره؟ کارمند، سیستم، تمامش به خاطر تو میشه. گاهی میگه خنقاقت مقبول نیست، گاهی میگه نکتای چملک است، گاهی میگه پدلونت با جرابت نمیخونه. دیوانم کدی دیوانم. پس تو باید لباسای آزاد بپوشی، اگه شکمت از دور معلوم میشه. ایره فراموش نکنی. اتیاک مشت بزنمت که دندانت بریزه. بازو وقت میفهمی که چاق لاغر چی من نمیته. دیوانه. مردم طرف لباسایم نمیبینن، طرف شخصیت میبینن. ما آدم وارستم، راشد کارا. خواهد دیدی که چقدر احترام میکنن. انشالله بریم. بیا که بریم دختر جان. ای های بفرما خان صاحب، چای تازه. خانه آباد. تختت آماده است خان صاحب. هر وقت خواسته باشین استراحت کده میتونین. اگر راحت نبودین میتونین تبدیل کنین. با زحمت شدین. پدر میموندی که درس و احمقه برش میدادم. هوشیار شو. به قدر کافی درد سر داریم دیگه نمیخوایم. اگه مشکل ایجاد کنیم زنده برآمده نمیتونیم. وقت رها شدیم. حساب آوین یک طرف هم سازیم و بعد نوبت آزاد میرسه. بخیر بخیر به زودی از اینجا خلاص شویم. باز میفهمم راش چی کنم. راشد کی است؟ کجا به دیدنش آمده؟ کی باشه؟
من خود نمیفهمیدم. کاکا شیموز، ملکه هستم. دوران نیست. شاید به پالیدن شما برآمده باشه. خواستم براتان یک بار بگویم. حتما در جستجوی ما هستن. به خاطر که مانع شاهدی شامل شوه هر کار ارزشش به انجام میده. دقت کنین. بیگناهی آزاد به شاهدی شامل وابسته است. متوجه باشی ملکه. با خاطر چی آمدی؟ چی میخوایی؟ میخوایم قرارداد خود تازه کنیم. تو آزاد از بین ببر، ما هم هاوینه. با خاطر چی سرتو باور کنم؟ به تو نشانی هاوین خودم هم نمیفهمم. من نشانیشم میفهمم. این تصویر 1 ساعت قبل گرفته شده. یعنی هنوز هم ده اینجاست. چی نظر داری؟ درست است؟ بالکل. راست گفتن که آزاد گشتن بسیار خوشایند است. دوران، از آمدن تو خبر نداشتیم. آزاد چطور است؟ وضعیتش چطور است؟ بچه‌م خوب است؟ راستش ما به خاطر دیدن آزاد آمده بودم. ساعتم منتظر بودم اما اجازه ندادن. برام تلفن آمد باید به دکان برم. اگه شما دیدنش برش سلام ما بگوین. درست است، حتما میگم. تو برو به کارت برس، شاید عاجل باشه. درست است. خدا حافظتان. هاوین، بیبی این لباس به تو زیاد مقبول میگه. خب فکر نمی کنی زیاد رنگ شوخ داره؟ باید هم رنگ شوخ داشته باشه. تو یک دختره بسیار جوان هستی، باید رنگای تیز بپوشی، نه باید رنگای تاریک بپوشی. داینا بیبی چطور خوب میگه. بیبی چقدر نمودت میده. فاطمه خاله، بارین که مام کمک کنم، خسته شدین. نه گپی نیست دخترم. راستش من به خاطر تو زیاد جگرخون میشم جانم. چی کنم دیگه؟ از این زندگی زیاد خسته شدیم، باید عادت کنم. مادر! مادر! زهرا؟ مادر! 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 چرا خنده مادر؟ چرا گریه میکنی؟ مادر! لباس صاحب روز به روز برم تنگ شده میره. مادر نمیخوایم که طفل کلان شود، نمیخوایم. مادر زیاد میترسم. بساس گریه نکن، نترس دخترم، من همراهیت هستم. تو را چیز نمیشه. زهرا دخترم، لباسای تا من کلان میکنم، راحت میشی. هیچ تشویش نکن. نمیخوایم. هیچ چیز نمیخوایم. 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 هیچ چیز نمیخوایم.
زهرا جان، بعضی چیزا هست که ما در زندگی تغییر دادن نمیتونیم. تغییر دادن گذشته در توان ما نیست. هیچ امکان نداره یک دانه. ما نمیتونیم به گذشته برگردیم، اما اینقدر قدم میتونیم که آینده خود بسازیم. اگر اراده قوی داشته باشیم، باز روزای بعدام به زودی میگذره و همه مشکلات ما به خوبی سپری میشه. این روزا رو فراموش میکنیم، دیگه هیچ چیز به یاد ما نمیمانه. باور داشته باش، کم تحمل که دخترم. آزاده، یک دانه قربانت شوم، متوجه خود باش. در اینجا با خود جنجال نسازی، درست است؟ خاطرتان جمع باشه مادر. دیر یا زود همتان حقیقت خود فهمیدین. کافی است که بالای باور داشته باشین. تو چی میگی یک دانه؟ ما سر خود شک میکنیم اما سر تو نه. برم وعده بدی آزاد، تو بخیر بعد از رهاییت خانه میایی، درست است؟ اینقدر دوری بس است. بعد از این نباید دیگه از هم دور باشیم، آزرده باشیم. آزاد بچیم، محکمه فردا است؟ بله کاکا. کاکا، شامل باید به محکمه بیاید. فقط شهادت او میتونه که مرا نجات بده. درست است بچیم. خوش آمدی. خوش باشی. تشکر. گرسنه هستی که چیز به خوردن برات بیارم؟ گفته بودم که مسئولیت ما ادا میکنم. درست است. 10 سالن بیار. درست است. اوف چی وضعیت است بچه؟ دیگرها کجاستن؟ همراهی 3 نفر چی کنیم؟ چرا نمیاین؟ من خب برات گفته بودم بچه ماما، تا وقتی که این شکم او نکنی و این قسم لباسا را با پوشی، کسی به دیدنت نمیای. کیست که گپ ما گوش کنه؟ با نگه احمق، باز شروع نکن. اشتباه کردم که تو را مشاور خود انتخاب کردم. ببین چی وضعیت هستم. مشاور دیگرها وزیر شدن، اما تو 10 نفر جمع کردن نتونستی. هیچ به دردم نمیخوری، اصلا به درد نمیخوری. بله، در این قسم وضعیت هر کس باشه بیهوش میشه. نمیفهم تو چرا سر حال هستی. چه باش، تو کاملا احمق هستی. هیچ به درد نمیخوری، بار دوش جامعه هستی. بفهم را ببر. این قسم نمیشه بیادرا. اگه نمیشه که پولتون پس بتیم. پول چی؟ تو به خاطر اینا که اینجا بیان برشان پول میدادی؟ چطور کنم این کارا همین قسم پیش میره دیگه. بودجه ما زیاد نبود، اگر این نفر زیاد میامد، اگه تو یک لاری را پر از پول میکردی، باز دیگه هم نفر میامد بچه. چپ باش، گپ نزن. چپ باش، یک لیرام نداری، گپ از لاری بزنی احمق دیوانه را. روزا اینجا هزاران نفر میگذره اما حال پشا پر نمیزنه. رقیب تو برشان یگان ارمند آورده بود که برشان آهنگ بخونه، پول ما را بده که اونجا بره. این قسم خود نمیشه. کنسرت از کدام هنرمند میارن؟ بشیر نباشه. تره چی؟ تره چی؟ نه که تا میخوایی که در کنسرت بری، اما تو نیست. خدا نکنه بچه ما چی کنم که برام. من به خاطر استراتژی ما گفتم من هیچ وقت تو را تنها نمیمانم. اگه نه خوب آهنگ میخونه والا. تشکر بسیار زیاد. هاوین بسیار خوب شد که بر تو لباس گرفتم، رگنی بر خودم نمی گرفتم. راستش خواهر هر چی بگویم، تو آزاد کاکاشیموز به خاطر شما که میخنده به چهره مامت. زنده باشین. استغفر الله هاوین جان، ما فقط یک وسیله هستیم. انشالله روزای خوش را تو هم پیش روی داری. انشالله خواهر. صبح شد بیادر، هنوزم از ملکه خانم هیچ خبر نامده. اگه نتونه زن اولاد ما پیدا کنه باز، اگه اونا را چیز شود چی کنم؟
خانم ملکه به وعده خود پابند است. زن و اولادت حتما پیدا میکنه. بعداً به محکمه رفته به نفع آزاد شاهدی میتی، اما تو نیست. بگو آرون. بچهش مریض شده. خب چرا تو شد؟ تبدار خان صاحب، مادرش میگه باید پیش دکتر ببرینش. نه خیر آرون، پیش دکتر رفتن نمیتونین. یک راه حل پیدا کن. بگو کمی تب داره، به زودی خوب میشه. مادرش بگو بچه خدا آرام بسازه. غذایت آماده است. درست است، میایم. ما دیگه حالا باید به شفاخانه برم هاوین. درست است خواهر جان، برو که وظیفت نه وقت میشه. تو هم اگه میخوایی همراه ما بیا. وقت که پیدا کردیم با هم درس هم میخوانیم. چطور؟ خوب است، بسیار خوب میشه. پس بخی که بریم. تشکر. زنده باشی. ای آماده نکده، فاطمه آماده کده. چی فرق میکنه؟ مالکام زحمت کشیده. نوش جانت. خوش آمدین خان صاحب. چرا برم نگفتین که من براتون غذا آماده میکردم؟ پیش از تو ملکه آماده کد. به اجازهتان دیگه من میرم. زهرا جان، ما داخل رفتم موبایل دوانم میبینم، درست است؟ مادر اگه کسی ببینه، اگه آقا دوران داخل بیاید چی؟ اگه کوشش کرد که داخل بیاید، تو مصروفش بساز. 2 دقیقه بعد کار ما خلاص میشه. یک بهانه بساز که داخل نیایه. تشویش نکن جان مادر. خان صاحب، شما بالای زن بسیار اعتماد دارین. او چی کارایی که در حقتان انجام داد اگه بازم کدام کار کنه؟ باز بدن. باساس 2 گرم عقل خدا با ما مصرف نکو. دکتر روان میکنم. نشانی رم نباید در موبایل بگویم، در پیام برات روان میکنم. بگی او برم زود اول بده. کجا را بگویم؟ آزاد خان چرا حبس شدین؟ یا که همراه کسی جنگ کردین؟ نه خیر، فقط یک سوء تفاهم پیش شد. توسط یکی از لاری های ما قاچاق صورت گرفته بود. ما متهم شدم. شب وقت کلگی خوابیدن، باز کارش یک طرفه میسازیم. بشکوی کار انجام ندی. از خود نباید رد پا بانیم، فهمیدی؟ وقت دهمام رفت. وقت از بین میبریمش، آیسته و بی صدا. آزاد چطور بود؟ خوب بود؟ چطور بوده میتونه؟ در بین 4 دیواری منتظر خبر ماست، اما بخیر به زودی آزاد میشه. گناهکار واقعی هر کسی که باشه، هم در این دنیا و هم در اون دنیا، حتما جزای خدا میبینه. او راننده کجاست؟ چرا او را پیدا کرده نمیتونین؟ در جستجویش هستم مادر کلان. کوشش خودم میکنم.
مادر دوران هر لحظه به جستجوش است. چرا این قسم میگین؟ دیگه به خاطر آزاد چی کنه؟ زود باش. تو خانه این منطقه هستی. با یک امر تو اون نفر پیدا شده میتونه. دوران هر چی زود یک کار کو. دیگه هیچ تحمل این کار ندارم. زارا استاد نشو، بیا پتنوسه بگی ببر. چرا ایستاد هستی؟ نشنیدی چی گفت؟ مادر کلان، نه که خودت بالای ما شک داری؟ دوران تو چی میگی بچه؟ مادرم تو را خان انتخاب کرد. به خاطر چی تو را خان انتخاب کرد دوران؟ تو کسی هستی که فرهنگ و عنعنات ما را محافظت میکنی بچه یک دانیم. این نام خانواده خوده و از قبیله خوده به تو امانت دادیم. تو را صادق و با ایمان دانستیم دوران. تو هم نباید که ما را دروغگوی ثابت بسازی، فهمیدی؟ نمان که بگویم تو یک نفرم پیدا کردن نتانستی. هر کاری که میکنی برو او راننده را پیدا کو به محکمه بیار. بیارش که آزادم بخیر و اینجا به جایی که بستگی داره به خانه خود دوباره بیایه. زهرا چی شد دخترم؟ خانسایبه دکتر نیازی نیست. آقا دوران صبر کنی. چی گپ است؟ مادر جان، به نظر من برگشتن آزاد به اینجا هیچ مناسب نیست. او نباید پس بیایه. به خاطر چی مناسب نیست؟ آزادم اولادی خانه است. از خانواده کرمان است. یک کرمانه حقیقی است. راستی گفتم بعد از غذا چیزی براتان بیارم. میخواین براتان قهوه بیارم؟ نه خیر، تشکر میکنم. ملکه تو در اینجا چی میکنی؟ خواستم که اتاق تا جمع کنم اما شاید استراحت کنی. ناراحت نمیسازمت. تشکر، به زحمت شدی. ملکه تو گفته بودی که انسان ها باید یک فرصت داشته باشن. عشقم برام آموختی. ملکه تو را بسیار دوست دارم، با اندازه که هیچ کس شاید کسی را دوست نداشته باشه.
کاش که همراه ما می بودی، کاش تا این خانه می بودی. شاید هیچ یکی از این روزا سر ما نمی آمد. بیا وضعیت اولادایت بیبی. نکو، در این دنیا ما بی از او راحتی را ندیدیم. حداقل بچیم جمال در زیر خاک. مادرم حق به جانب از زمرد. هر مشکلی که سر تو میایه فقط نام جمال میگیری، دیگه هیچ چیز یاد نداری. بیبی قدیم از دوران است. این قسم نکو زمرد، کم قدرشان خوب بفهم. متوجه هستی که چی میگی؟ با خود بیا دیگه. ده اصل کسی که دیگه به خود بیاید تو هستی. چوب باشد یا چوب؟ به خاطر چی چوب باشم؟ ها؟ بگو نه؟ چرا چوب باشم قدیم؟ بس از دیگه عادیه. قدیم هدیه چی شده؟ چی گپ است؟ از وقت که هدیه خانه آمده اردویتان یک قسم دیگه شدین. هیچ چیزی نشده مادر جان. واقعا که موضوع آزاد ما را کم ناراحت ساخت. زندانی شدن آزاد واقعا مرا بسیار ناراحت می سازم. هرچی نباشه بیادرزاده ایم است. آزاد امانت بیادرم است. ما درد بیادرزاده خدا احساس میکنم. برات وعده میتم با خاطر بیادرزاده ایم هرچی از دستم بیایه، هر کاری که ایجاب میکنه انجام میتم. بچه ما اونا هنرمند آوردن، ما باید یک هنرمند لایق به مردم ببریم که همراه ما باشن. چی گفتی ها؟ چقدر خوب گفتی. تمام هنرمندان منتظر هستن که راشد کارا سخنرانی کنه و بگویه که ما میرم آهنگ میخونم. در بین دیوانا کدامش بریم؟ نه سر دارن نه لای. قسم نگو، هیچ خوب نمیشه. ما در بازارهای استانبول به مدت زیاد هنرمندی کردیم، باید مرا دست کم نگیریم. راست میگی؟ کاکا عادل شما در کدام فیلم بازی کردین؟ ما چرا شما رو ندیدیم؟ نمیتونی دخترم، به خاطر کاکایت در کدام فیلم از پیشروی کمره تیر شده. از او خاطر فکر میکنه که اون هنرمند است. حتما دست یا لشکر بوده، اما ترس نه؟ کاملا غلط گفتی. من یک هنرمند کاملا لایق هستم. هر کسی را که بخوایی آورده میتونم چون مشناسم. سیزن ارسوی، ابراهیم تاتلیز، مصطفی چتلی، تورگای باشالی. ها، تورگای باشالی را بیار. خاله فاطمه او را زیاد دوست داره. دیروز یک جا او کنسرت میدیدیم. راستی لیف جان، دیدی بچه ماما جان فاطمه هم دوستش داره با یک تیر دو نشان بزن، فهمیدی؟ میرم به تورگای میگم که بیای آهنگ بخونه، قسم دلش به دست بیار. تورگای باشیلی؟ همی است. میشناسیش؟ بله، بسیار از نزدیک. آفرین، فاطمه هم خوش میشه، بسیار خوب میشه. خاله فاطمه، چی شده دختریم؟ معذرت میخوایم، امروز همراهتان خوب رویه نکردم، لطفاً مرا ببخشیم. دخترم، دختر خوبم، تا حال شده که ما از تو ناراحت شوم ها؟ کاش که به تو کمک کردم میتانستم. هم به تو کمک میکردم، هم به خودم کارم میکردم، اما چی کنم دیگه؟ جانم.
خدا را شکر آزاد زنده است. بچه آزاد بچه ما زنده است. خدایا 1000 بار شکرت. بله. ما تکین هستم. چی شده؟ یک مشکل داریم آقا. زیانشانی خدا تبدیل کرده. قرار است خودش بگرد. نباید بالای بشه. برو. با تو یک وظیفه دادم، فقط یک وظیفه. گفتم او را از بین ببر، اما موفق نشدی. او را از دست دادی. داوطلی الدز است. هم یالا میریم که کار او را ختم کنم. اول ما کار خدا خلاص میکنم. باش برو. گم شوین احمقا، چه میکنین پیش مادر؟ گم شوین. خاله جان میشه یک تاکسی بخواین لطفا؟ وضعیت خانمم خراب است. سوار کن، کجا میری؟